شما نتیجه ها را خالصانه میپذیرید؟ در زمانش خواهم گفت. من حالا چیزی نمیگویم. من شما را منتظر نگه می‌دارم. چیزهایی که من تاکنون دیدم بسیار بد است. اول اینکه مطبوعات بسیار فریبگر و فاسد است. کارشان واقعا حیرت آور است. نیویورک تایمز مقاله درباره من چاپ کرد. آنها مغز رای دهندگان را زهرآلود کردند، ولی متاسفانه رای دهندگان از همان زاویه درباره ما می‌اندیشند. اجازه بدهید جواب دهم، زیرا گفته‌اش وحشتناک است. میدونید هر وقت کارها به نفع دونالد نیست، او ادعا میکند که همه چیز تقلب شده است. FBI یعنی خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا 1 سال مسئله نامه‌های الکترونی مرا تحقیق کرد. خلاصه کردند که قانون شکنی نبود. او گفت که FBI تقلب کار است. در رایدهی داخل حزبی در ویسکانسین باخت. گفت که تقلب کردند. بعدا دانشگاه ترامپ را برای تقلب و تمجید به دادگاه کشیدند. وقتی برنامه تلویزیونی 3 سال پی هم جایزه امی را نگرفت، گفت که در آزمون به ضد تقلب کردند. He didn't get an Emmy for his TV program 3 years in a row and he started tweeting that the Emmys were rigged. من باید آن را میگرفتم. شیوه اندیشرانی او همین است. دونالد همین گونه فکر میکند و این خنده آور و واقعا آشفته کننده است. دموکراتی ما این گونه کار نمیکند.